فصل اول. قصه اول، ابر کوچولو. یک روز طوفانی ابر کوچولو در بالای کوه دماوند مادر و پدرش رو گم کرده بود. هراسون و پریشون اطراف رو نگاه میکرد ولی خبری از خانواده‌اش نبود. اما انگار چیزی درست نبود. اون خیلی تنها بود و ابر دیگه‌ای در آسمون دیده نمیشد جز ابری سیاه که مثل خودش کوچیک بود. ابر کوچولو ترسید. با صدای بلند گفت تو کی هستی؟ پدر و مادر من کجا هستن؟ ابر سیاه گفت نمیدونم، من خانوادم رو گم کردم و شروع کرد به گریه کردن. ابر کوچولو تصمیم گرفت مادر و پدرش رو پیدا کنه و ابر سیاه هم گریه کنان پشت سرش راه افتاد. به باغ رفتن و به درخت بلند و تنومندی رسیدن و گفتن ای درخت عزیز، شما پدر و مادر ما رو ندیدی؟ درخت گفت من تازه از خواب بیدار شدم. ابری توی آسمون جز شما دو نفر ندیدم. از رودخونه که از بالای کوه میاد بپرسید. ابر کوچولو رفت پیش رودخونه و گفت خانم رودخونه مهربون، شما که از بالای کوه اومدی پدر و مادر ما رو ندیدی؟ رودخونه گفت من یه دسته ابر دیدم که با شتاب در حال حرکت بودن، ولی پدر و مادر شما رو نمیشناسم. از خورشید بپرسید. پیش خورشید رفتن و گفتن ای خورشید عزیز، آیا پدر و مادر ما رو دیده ای؟ خورشید گفت ابرهای زیادی جلوی دید منو گرفته بودن ولی باد فوتشون کرد. خب برو از باد بپرس. درست در همون لحظه باد هوهو کنان اومد و به اون گفتن ای باد عزیز، مادر و پدر ما رو ندیدی؟ باد با خنده گفت ای ناقلا، شما اینجا چی کار میکنین؟ بله، من اونا رو دیدم. فوتشون کردم پشت کوه. دوست دارین شما رو هم فوت کنم پیش اونا؟ ابر کوچولو با خوشحالی گفت بله، ما رو هم فوت کن. آقای باد ابر کوچولو و دوستش رو فوت کرد پشت کوه و رسیدن پیش مادر و پدرشون. اونها همدیگر رو پیدا کردن و به گرمی در آغوش کشیدن، طوری که رعد و برق به وجود اومد و از خوشحالی گریه کردن. از گریه اونها بارون به وجود اومد. بارون با خوشحالی به رودخونه ریخت و رودخونه پر از آب شد و اون هم از پیدا شدن پدر و مادر ابرها و پر آب شدنش خوشحال شد. نویسنده خدیجه نباتی، تصویرگر مریم جعفری مراد، راوی فاطمه خسروی، تهیه کننده احمد خدابنده. تولید شده در پایگاه کودک ایران صدا. ایران صدا تقدیم می کند. فصل دوم.
قصه دوم. لاک‌پشت و مار. روزی روزگاری ساحل دریای بزرگی بود که موجودات زیادی در اون زندگی می‌کردند. لاک‌پشت‌ها، خرچنگ‌ها، مارها و موجودات دیگه. لاک‌پشت‌های خاکی در جنگل کنار دریا تخم ریزی می‌کردن و همیشه کنار تخم‌هاشون بودن. کنار ساحل یک لاک‌پشت آبی زندگی می‌کرد که فصل تخم ریزیش بود. روزی از روزها که لاک‌پشت‌ها مشغول بازی بودن، ناگهان سر و کله یک مار پیدا شد. مار از دیدن اون همه لاک‌پشت و تخم‌هاشون تعجب کرد و گفت: به به، چقدر تخم! خوب شد که شما کوچولوها رو پیدا کردم. با دیدن مار اکثر لاک‌پشت‌ها به لونه‌های خودشون که تخم ریزی کرده بودن برگشتن و مواظب تخم‌ها شدن. ولی خیلی از تخم‌ها به دست مار اسیر شدن و مار اونها رو خورد. در بین لاک‌پشت‌ها تنها لاک‌پشت آبی بود که تخم‌هاش خورده می‌شد. اون همیشه بعد از آبتنی برای حمام آفتاب که می اومد متوجه می شد از تخم‌ها خبری نیست. یکی از لاک‌پشت‌های خاکی گفت: لاکی عزیز، در نبود تو یک مار به تخم‌های تو حمله کرده بود و داشت اونا رو می‌خورد. باید دنبال راه چاله باشیم تا همگی از دست ما راحت بشیم. یکی دیگه از لاک‌پشت‌ها گفت: من میگم که دور تا دور لونه‌هامون رو سنگ بچینیم تا ماره نتونه بیاد. لاک‌پشت دیگه‌ای گفت: زنگوله‌ای به گردن مار آویزان کنیم تا هر جا میره و میاد صدای زنگولش بلند بشه. خب اینجوری میفهمیم که اون کجاست و راحت تر از دستش فرار میکنیم. لاک‌پشت پیر گفت: میدونین چیه؟ مار آخه از روی سنگ هم عبور میکنه. خب گردنی هم نداره که زنگوله رو بشه بهش آویزون کرد. بستن زنگوله علاوه بر بی نتیجه بودن جون شما رو هم به خطر میندازه. لاک‌پشت آبی با ناراحتی گفت: حسرت به دل موندم، ولی به دنیا اومدن فرزندانم رو ندیدم. با نگرانی و قصه به تخم‌ها نگاه می‌کرد که جغد دانا که روی صخره سنگی حرفهای اونها رو میشنید گفت: من سالها در همین نزدیکی ها زندگی میکنم. تو نمیتونی تا روزی که فرزندانت سر از تخم بیرون بیارن پیش تخم ها بمونی، چون که دوستان تو لاک‌پشت خاکی هستن، ولی تو باید بیشتر اوقات در آب بمونی. تخم‌ها هم به دهن مار مزه کرده و حالا از اینجا نمیره. لاک‌پشت آبی گفت: جغد دانا، راه حل چیه؟ جغد دانا گفت: این که کاری نداره. تخم‌ها رو درون شنهای ساحل پنهان کن و با خیال راحت به دنبال غذا و آبتنی برو. وقتی بچه‌هات از تخم بیرون بیان خودشون خاک رو کنار زده و به دنبالت میان. از اون روز به بعد تمام لاک‌پشت‌ها تخم‌ها رو زیر شنها پنهان کردن و مار که از محل پنهان بودن تخم‌ها خبر نداشت از جستجوی تخم‌ها خسته شد و برای همیشه از اونجا رفت. بعد از مدتی لاک‌پشت‌های کوچولو سر از تخم بیرون آوردن و با دوستانشون جشن گرفتن. نویسنده خدیجه نباتی، تصویرگر مریم جعفری مراد، راوی فاطمه خسروی، تهیه کننده احمد خدابنده، تولید شده در پایگاه کودک ایران صدا.